چرا بعضی آدم ها هیچ وقت در زندگی موفق نمیشن؟ با اینکه استعداد دارن، توانایی هم دارن، تلاش هم میکنن، حتی بعضی ها از خیلی هم بیشتر زحمت میکشن، اما باز هم با اون نقطه قبلی میمانن. چون در ظاهر همه چی درست به نظر میرسد، توانایی هست، تلاش هم هست، حتی هدف هم هست، اما نتیجه نیست. و اینجاست که خیلی ها کم کم به این باور میرسن که شاید ما برای موفقیت ساخته نشدیم. اما حقیقت کاملا برعکس است. بیشتر آدم ها به خاطر کمبود استعداد شکست نمیخورن، بلکه به خاطر چند عادت ساده و تکراری است که شکست میخورن. عادت هایی که هر روز انجامش میدن بدون اینکه حتی اگر متوجه باشند که خود را به عقب میکشانند. پس همه بدتر ای که این عادت ها آرام آرام و بی صدا عمل میکنند. نه درد داره و نه صدا، فقط نتیجه را از بین میبرند. و در مقابل آدمای موفق لزوما آدمای خاص و باهوشتری نیستند، اما یک سلسله رفتارهای متفاوت دارند که مسیر زندگیشون را تغییر میدن. دوستان خوبم، در این ویدیو میخوایم روی 5 عادت مخفی آدمای موفق صحبت بکنم. اگر یکی از اون را شما وارد زندگیتون بکنین، من مطمئن هستم که زندگیتون کاملا تغییر میکنه. دوستان خوبم، قبل از اینکه بریم در ادامه ویدیو، اصلا میخوایم که ویدیوهای مرا لایک و کانال من را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای بیشتر من آگاه شوید. آدمای موفق با شرایط ناقص شروع میکنه، حتی اگر همه چیز کامل نباشه، حتی اگر ترس داشته باشه و حتی اگر مطمئن نباشه، شروع میکنه. چون میفهمن که شروع کردن ناقص بهتر از شروع نکردن کامل است. عادت دوم آدمای موفق کمتر حرف میزنن و بیشتر عمل میکنن. خیلی ها درباره هدفشون خیلی حرف میزنن و میخواین موفق شون، میخواین پولدار شون و میخواین تغییر بکنن، اما فقط در حد حرف است. مشکل اینجاست وقتی که زیاد حرف میزنی، مغز حس میکنه که کار انجام شده و انرژی عمل کم میشه. آدم های موفق برعکسند، آرامند، کمتر توضیح میتن و بیشتر انجام میتن و اجازه میتن که نتیجه به جای آنها صحبت بکنه. و عادت سوم آدم های موفقی است که به کارهای کوچک احترام میگذارن. بیشتر آدم ها به دنبال کارهای بزرگ هستن و میخواین که زودتر نتیجه بدن، اما زندگی رقم کار نمیکنه. موفقیت مثل یک دیوار است، اول خشت اولی باید مونده شود، بعد خشت بعدی. شاید در روز اول چیزی دیده نشود و شاید هم هفته ها نتیجه نگیری، اما در زیر سطح همه چی در حال ساخته شدن است. آدمای موفق ایره میدانن و به خاطر همین است که هر روز یک قدم کوچکی برمیدارن. یک ویدیو، 1 ساعت تمرین، 1 ساعت مطالعه و شاید هم یک تصمیم بهتر. و همین قدم های کوچک در طول زمان تفاوت های بزرگ را می سازن. عادت چهارم آدم های موفقی است که از تنهایی فرار نمی کنند. خیلی از آدم ها فقط در زمان انگیزه دارن که بقیه تعریفش میکنن، اما زمانی که تنها میشن متوقف میشن. اما آدم های موفق میدانند که بخشی از بزرگ رشد در زمان تنهایی اتفاق میافتد، زمانی که کسی تو را نمیبینه و کسی تشویق نمیکنه و حتی کسی تو را باورم نداره. همون زمانی است که آینده ساخته میشه. بعضی مسیرها تنهایی داره، اگر از تنهایی فرار بکنی از رشد هم فرار کردی. حالا میرسیم به مهمترین عادت آدم های موفق. عادت پنجم، آنجایی که بقیه تسلیم میشن اما اونا ادامه میتن. این همون جایی است که بیشتر آدم ها شکست میخورن. همه شروع میکنن اما فقط تعداد کمی ادامه میتن. اولین شکست که میرسه خیلی ها متوقف میشن، مثل درختی که سالها ریشه میدوانه و بدون اینکه دیده شود. اگر ادامه بدی حتی وقتی که نتیجه نمیگیری، حتی وقتی که مانده و خسته هستی و حتی که شک داری، یک روز میرسی به جایی که بقیه فقط حسرت او را میخورن. در نهایت حقیقت موفقیت پیچیده نیست، نه به شانس خاص لازم داره و نه به استعداد عجیبی و نه به شرایط کامل. فقط چند عادت کوچک اما درست و تکراری. تفاوت بین آدم های موفق و ناموفق اغلبا فقط در همین است.
ادامه دادن در زمانی که بقیه متوقف میشن. پس امروز اگر حس میکنی که هنوز نتیجه نگرفتی، اگر فکر میکنی که دیر شده، شاید مشکلی نیست که تو نمیتونی، شاید فقط هنوز ادامه ندادی. و همین ادامه دادن میتونه آینده تو را کاملا تغییر بده.